حداقل هر چیز رو در جریان قرار بگیرید. در جریان چی؟ بچه آزمایشگاه چیزی پیدا کردن. به نظر میرسه یه ابزاریه که میشه ماشین رو از روی دور باش کنترل کرد که صهیونیست‌ها ازش استفاده میکنن. مطمئنیم که آقا پیمانم به همین دلیل ماشینش، البته نمیدونیم چطور، ولی قطعا. یعنی اون حیوونا پسر منو کشتن؟ تو نظر مثل قربان ناموسای جاکش حرومزاده. تو شاهد من باش. شما دوتایم شاهد میگیرم. همینجا به شرفم قسم با خاک یکسانشون میکنم. گوشی پیمانه. فاطمه عزیزم چی کار داری میکنی؟ من عزیز تو نیستم. تو کی هستی؟ خانم آرزو یادتون هست؟ خدمتون سلام دارن.